درود به همه همراهان و دوستان عزیز دیتارا. با مصاحبه دیگه در خدمتتون هستیم. امروز افتخار داریم در خدمت آقای دکتر علی عطاریه، دندانپزشک زیبایی هستیم. آقای دکتر خیلی افتخار دادیم. ممنونم از وقتی که گذاشتید و تشریف آوردید. سلام عرض می‌کنم خدمت همه همراهان خوب دیتارا و خوشحالم که در خدمتتون هستم. مرسی که دعوت کردین از من. خواهش می‌کنم. آقای دکتر میشه در وهله اول بفرمایید چه کسانی به درمان زیبایی نیاز دارن و چه کسانی ندارن؟ ببینید، درمان زیبایی برای همه افراد لازم نیست. کسایی که دندوناشون معمولا مرتبه، از اندازه و فرم مناسبی برخورداره، رنگ به نسبت قابل قبولی داره، درمان ارتودنسی کردن، یا اینکه خب ژنتیک دندوناشون خوب بوده و به هیچ وجه اصلا توصیه نمیشه که این کارو انجام بدن. در مقابل کسایی که دندوناشون نامرتبی خیلی خیلی کمی داره، یعنی جوری که نیازی به درمان ارتودنسی نداشته باشه، و یا اینکه بین دندونهاشون فاصله هست، اصطلاحاً میگن دیاستم. فاصله میتونه بین دو تا دندون باشه، میتونه جنرالیزه باشه، بین اکثر دندوناشون باشه. یا اینکه بدرنگی دارن که براشون قابل تحمل نیست یا به هر دلیلی خودشون راضی نیستن. این میتونه شامل افرادی باشه مثل بازیگرا، مجریا، کسایی که نیاز به پرزنتیشن، نیاز به صحبت کردن دارن، بیزنسمن ها. معمولا اینجور افراد بیشتر دنبال لبخندی هستن که بیشتر مشخص باشه و توجه افراد رو بتونه موقع صحبت کردن جلب کنه به خودش. و یا اینکه دندوناشون به هر دلیلی شکستگی های مختصری داره، پوسیدگی هایی داره، به هر حال نیاز هست که یه کار زیبایی براشون انجام بشه تا از اون چیزی که هست جلوه بهتری داشته باشه لبخندشون. اینجور افراد براشون توصیه میشه که انجام بشه. درسته. آقای دکتر، اونایی که به درمان زیبایی نیاز دارن کدوماشون مشکلشون با بلیچینگ حل میشه و یا کیا به کامپوزیت یا لامینیت احتیاج دارن؟ یه توضیح بفرمایید. بلیچینگ دقیقاً بیشتر برای افرادی که دندوناشون خودشون مرتبه، سایز و فرمش هم مناسبه، یا اینکه برای خود بیمار راضی کننده است. فقط دنبال اینن که رنگ دندونشون تغییر کنه و یه مقدار روشن‌تر بشه، البته روشن طبیعی. معمولاً بهشون درمان بلیچ رو توصیه می‌کنیم. برای باقی افراد که نشه براشون با درمان بلیچ نتیجه مطلوبی گرفت، میریم سراغ گزینه‌های بعدی که میتونه کامپوزیت و لامینیت باشه. درسته، بله. آقای دکتر میشه بفرمایید کامپوزیت ونیر دقیقاً چی هست و چطور میتونه ظاهر دندون‌ها رو متحول کنه؟ ببین ناکن، کلا لغت ونیر به پوشاندن هر سطحی میگن. خب حالا میتونه شامل کامپوزیت ونیر باشه یا لامینیت ونیر. برای همین یه سری فکر می‌کنن ونیر برنده، یا مثلا کامپوزیت با کامپوزیت ونیر فرق داره، لامینیت با لامینیت ونیر فرق داره. اینجوری نیست. آقای دکتر میشه بفرمایید کامپوزیت ونیر دقیقاً چی هست؟ ببین، لغت ونیر به معنای کاور کردن یا پوشاندن هر سطحی میگن ونیر. خب حالا ما دو تا دسته تقسیم میشه، یه کامپوزیت ونیر، یه لامینیت ونیر. سوال شما در مورد کامپوزیت هست، یعنی اینکه با ماده کامپوزیت که در واقع یک ماده رزینی هست، این ماده برای ترمیم دندان هست، سطح قدامی دندان رو کاور میکنیم تا اینکه بتونیم فرم، رنگ و ترتیب و تناسب دندون یا اون اصطلاحاً خط لبخند رو بتونیم اصلاح کنیم. درسته. بزرگترین مزیت کامپوزیت ونیر نسبت به روش‌های دیگه زیبایی آقای دکتر مثل لامینیت سرامیکی چی هست؟ ببین، تفاوت کامپوزیت و لامینیت اینه که کامپوزیت کار دندان پزشکه. معمولاً توی یک جلسه تا 3 جلسه برای 2 تا فک، بسته به تعداد دندون‌ها زمان بره، داخل مطب انجام میشه و توسط خود دندون پزشک هست و دیگه واسطه دیگری دخالت نداره. لامینیت تراشش با دندان پزشک، قالب‌گیریش با دندان پزشک و تولید و تهیه‌اش با لابراتواره که این دیگه برمیگرده به هنر لابراتوار و دقت تراش و قالب‌گیری دندان پزشک. یعنی یه کاریه که محصول مشترک این دو فرد هست. تفاوت دیگه‌اش اینه که کامپوزیت یه متریال رزینیه، یه ماده‌ایه که باهاش دندون رو فرم می‌کنن، ماده نرمیه، روی سطح دندون قرار میگیره و با دستگاه لایت کیور سفت میشه، کیور میشه. بعد نیاز پالیش و پرداخت داره. تمام این مراحل هم و اون شکل‌دهی و فرم‌دهی آناتومی هم همه داخل مطب توسط دندون پزشک، یعنی بیشتر بسته به هنر و علم دندون پزشک داره. کامپوزیت ونیر معمولاً نیاز به تراش نداره. البته خب بین دندون پزشک‌های مختلف در تمام دنیا اختلافه. توی سری رفرنس ها میگن تا 0.3 میلیمتر مجاز به تراش هستیم، بعضیا میگن تا 0.3 میلیمتر باید تراش بدیم برای گیر بیشتر کار کامپوزیتمون. بعضی از اساتید مثل آقای دکتر یزدانی از اساتید خیلی بزرگ ایران میگن که اصلا حتی مواقعی که دندون کاملا مرتبه نیازی به هیچ گونه دستکاری و تراش دندون نیست. لامینیت منتها نه، لامینیت حتما نیاز به تراش داره برای اینکه کار راحت‌تر روی دندون بنشینه و یه چیزی بین 0.3 تا 0.7 میلیمتر، بعضی رفرنس ها 0.8 هم میگن نیاز به تراش داره دندون
و بعد قالب گیری بشه. در واقع میشه گفت کامپوزیت یه روش محافظه‌کارانه تریه به نسبت لامینیت. معایبشون میتونه این باشه که کامپوزیت مقداری عمر کمتری داره، لامینیت ماندگارتره. کامپوزیت مقدار رنگ پذیریش بیشتره که البته با رعایت خود بیمار و مهارت پالیش دندون پزشک و متریالی که استفاده میکنه این قضیه قابل حل. کاملا بیشتر بحث استحکام و تراش دندون برای بیمارها مطرحه. یعنی چیزی که سوالی که بیشتر بیماران میپرسن، بعضیا میگن که ما اصلا نمیخوایم دندونامون تراشیده بشه، پس با حداقل میزان مثلا تراش یا اصلا بدون تراش میریم سراغ گزینه کامپوزیت. بعضی از بیماران هم میگن که نه، ما مثلا میخوایم تو عمر طولانی تر استحکام خیلی بیشتر داشته باشه و ثبات رنگ، خب میریم سراغ گزینه لامینیت. و البته تفاوت خیلی بزرگترشون توی هزینه‌اش هست که هزینه لامینیت خیلی بالاتر از کامپوزیته. درسته. ممنونم آقای دکتر از توضیحات کاملتون. آیا این درمان درد داره آقای دکتر و معمولا در چند جلسه انجام میشه؟ درد که اصلا حتی نیاز به تزریق بی‌حسی هم اصلا نداریم و معمولا بسته به تعداد دندون هایی که باید کار انجام بدیم بین 1 تا 3 جلسه زمان میبره. درسته، مرسی. پس از انجام کامپوزیت چه مراقبت هایی لازم هست که نتایج کار شما در واقع موندگارتر باشه؟ ببینید نگهداری خاصی واقعا اونقدر نیاز نیست که بیمارها ازش هراسانن. همون بهداشت دهان عادی خودشون رو که اون چیزی که استاندارد هست رعایت بکنن کفایت میکنه. 2 بار مسواک زدن در روز، 1 بار صبح هر موقع از خواب بیدار میشن قبل از اینکه هر چیزی میل کنن، 1 بار شب قبل از خوابیدن، یعنی اولین کار در روز و آخرین کار در روز. نخ دندون 1 بار در روز حتما باید کشیده بشه. دهانشویه‌های رنگی استفاده نکنن. معمولا هم همه افراد نیاز به دهانشویه ندارن، افرادی که بیشتر خشکی دهان دارن، حالا این دیگه میشه توی بحث بیشتر مبحث پریودونتولوژی و لثه که واردش نمیشم. و اینکه نگهداریش در همین حد و معمولا دست خوردن چیزای خیلی سخت مثل شکوندن یخ با دندون. بعضی عادت دارن یخ میجوان، بعضیا مثلا عادت دارن، من بیمار داشتم برنج خام میجویده مثلا عادتش بوده. یه سری عادت‌های این چنینی مثلا مثل پسته شکوندن با دندون، فندق شکوندن، این چیزایی که با دندون عادی هم نباید اصلا انجام بدیم، همینا رو رعایت بکنن کفایت میکنه. ممنونشون. درسته، مرسی. طول عمر کامپوزیت ونیت چقدر هست؟ آیا فکر می‌کنید نیاز به ترمیم یا تعویض داره؟ چیزی که تو رفرنس ها نوشته شده بین 5 تا 8 سال، ولی با نگهداری خوب و پالیش و چکاپ سالانه بین 10 تا 12 سال هم موندگاری خیلی خوبی داره. نیاز به تعویض باز هم بستگی به نگهداری بیمار داره. اگه بعد این چند سال مشکل خاصی نداشته باشه با یه ترمیم خیلی ساده برمیگرده به همون روز اولش، مگر اینکه بیمار بخواد تکنیک یا رنگ دیگه‌ای رو استفاده بکنه که اون موقع ما تغییرش میدیم براش. یکی از مواردی آقای دکتر دغدغه خیلی هست که میخوام برای مسئله همین انجام کامپوزیت مراجعه کنن، اون عواملی هست که من میخوام شما محبت کنید اشاره کنید که بر قیمت کامپوزیت ونیر و هزینه که میخوام بکنن تاثیر میذاره، حالا هم از کیفیت مواد هست یا تعداد دندون ها. ببینید نکنید این قضیه تعرفه بر اساس کیفیت مواد و اینا یه چیز برندینگ و بازاریابیه، کلا کنسله به قول نسل جدید. این که مثلا ببینید ما یه سری برندهای خوب داریم که اکثر دندونپزشکایی که دیگه دارن حرفه‌ای این کارو انجام میدن این برندها رو دیگه دارن استفاده میکنن. خب مثلا یه چند تا برند هست که همشون خوبن، این بسته به اون دندونپزشک داره که ببینه با کدوم برند راحت تره. مثلا من نوعی با X راحت ترم، یکی از همکارام ممکنه با Y راحت تر باشه کار کنه. اینا از نظر قیمتی تفاوت آنچنانی هم با هم ندارن، ولی خب کیفیت کاملا مشخصه. یعنی بیمار توی نتیجه کار از شفافیت، براقیت و تمیزی کار میتونه متوجه شه که این یه چیزا با کیفیت بوده یا نه. کامپوزیتای بی کیفیت دیگه الان فیلدشون جدا شده، کاملا تو نتیجه کار مشخصن. یعنی نه خیلی خوب پالیش میشن، نه براق میشن و خیلی هم زود سری رنگ میگیرن و اون کیفیت اولیه‌شون رو به سرعت بعد چند ماه از دست میدن. آیا نتیجه کامپوزیت طبیعی به نظر میرسه آقای دکتر یا فرد میتونه به راحتی با اون زندگی عادی داشته باشه؟ ببین با تکنیک‌های جدید که تکنیک لیرینگ هست خیلی ظاهر دندون طبیعی تر شده و اگه بیمار خودش هم همکاری کنه و رنگی رو که بیشتر دندونپزشک بهش توصیه میکنه رو قبول کنه، چون متناسب باید با رنگ پوست، چهره و خیلی فاکتورهای دیگه چهره طرف باشه. خب ما این سری چیزا رو بهش توصیه میکنیم، بیمارم حق انتخاب داره. و اینکه رنگ‌های خیلی سفید رو انتخاب نکنه که در واقع دیگه رنگ‌های خیلی سفید توی تکنیک لیرینگ دیگه معنا ندارن. ما رنگ خیلی به قول خودشون سفید گچی دیگه در واقع نداریم. اگه اینا رعایت بشه بله ظاهر خیلی خیلی طبیعی داره و البته به شرط اینکه توی این تکنیک لیرینگ اگزاجره نشه. یعنی بعضی موقع‌ها برای یه سری افکت‌ها رنگ‌های خیلی غلیظ، خیلی شدید، خیلی افکت‌های خیلی زیادی اصلا استفاده میشه که به جای اینکه ظاهر طبیعی بده بدتر میره به سمت ظاهر مصنوعی. در واقع این افکت‌ها باید تو نمای ماکروسکوپی
مشخص باشن. یعنی با چشم غیر مسلح و از فاصله خیلی دور اینجوری نباشه که یه دندون رنگ‌آمیزی شده ما ببینیم. مرسی آقای دکتر، خیلی توضیحاتتون تا اینجا کامل و مفید بود. به عنوان جمع‌بندی چه توصیه‌هایی برای افرادی دارین که به فکر انجام کامپوزیت هستن؟ ببینید تو وهله اول باید دندوناشون کامل چکاپ بشه. همیشه به بیماران میگیم که اگر یه هزینه مشخصی برای انجام کار دهان و دندانتون در نظر گرفتین، اگر کار مربوط به ایمپلنت، کار مربوط به ترمیم، عصب کشی، کارهای درمانی دارین، اول اونا واجب تره. باید اونا رو اول درست بکنن، یعنی اول یه چکاپ کلی بشه، بیمار پوسیدگی نداشته باشه. اونا همیشه، یعنی کارهای درمانی همیشه به زیبایی اولویته. مشکل لثه نداشته باشه، جرمگیری باید حتما براش انجام شده باشه. مشکلای اساسی و اولیه دهان و دندان، بهداشت دهانش باید اصلاح بشه و برگرده به حالت عادی و نرمال. بعدش تازه میتونیم راجع به درمان زیبایی صحبت کنیم. درسته. خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتین و از پاسخهای بسیار کاملی که دادید. متشکرم از شما همراهان عزیز دیتارا. تا درودی دیگر، بدرود.